فیلم ها از سکانس ها ساخته شدن و سکانس ها از صحنه ها و صحنه ها از شات ها. توی هر صحنه سینماتوگرافر باید لنز مناسب خودش رو انتخاب بکنه و ما توی این اپیزود قرار راجع به لنز ها صحبت بکنیم. لنز ها با فاصله کانونی که بر حسب میلیمتر بیان میشه از هم متمایز میشن، مثل یک لنز 50 میلیمتری. هرچی فاصله کانونی لنز کمتر باشه اون لنز زاویه دید بیشتری داره و بالعکس لنز هایی که فاصله کانونی بیشتری دارن مثل لنز های 1200 تلفوتو زاویه دید باریکتری به شما میدن. اینجای ویدیو خوبه که بدونید فاصله کانونی دقیقاً چیه. فاصله عدسی درون لنز تا سنسور رو میگن فاصله کانونی یا همون فوکال لنز. ماجرای لنز ها اینجا تمام نمیشه و حتما برای دیدن آموزش های بیشتر استودیو 16 رو فالو کنید.